دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 6 نوامبر سال 2025 است. ما دوام میتیم نوار رو اویدی کوفتکوی انار بهترین برای منبع در تاجیکستان زیاد نمودن. در همین تاجیکستان انارهای بهترین هست. هر جا در خانه کسی هست، از کجای آوردگی است یا دیگه از خارج آوردگی است و همین خیلی ما کوفته سوده و آبونچی ها که تماشا میکنن انار بهترین رو با من روان میکنن که اکمانا انار بهترین ما خورسندانه و انار رو قبول میکنم. با شما نشون میدیم که انار کدام انارش بهترین است، چون که از همون انار منبع ما باید در تاجیکستان زیاد کنیم، چون که تاجیکستان رو مکان انار بهترین کنیم، انار بهترین جهان هم کنیم میشود. خلق تاجیکی ما مهنت پرور است، مهنت کش است، انار پرور است، میتواند. دیروز با من از دهه چورتوتی شهر نورک برادرمون اسماعیل یک چند تا انار آورد. اینش از وی نیست، دیگر همش از اسماعیل آورد. اینش درختش رو از کلاب آورده بوده است، اینش انار از غافل آباد، این نهولش رو آورده است. انارش نهولش در نورک می سبزد، درختش رو. اینش اناری بابای عبدالعزیز بوده است از نورک، دوتاش بدونه بوده است. حاضر ما میبینیم سر میکنیم از کلانش. نهول اناری که درختش رو از کلاب آورده شنونده بوده. این چینی همون اناری یومونی میبروید با فکرم افتش هم همون خیل 1 کیلو 360 همین اناری یومونی سهراب از یومون آوردیم. این سهراب را مکدگی همین قدر بود. میگیریم و میبریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اناری یوان سیاهتر بود. وارکنید از کلونیاش خربوزه باری میبرید. تیلیم کرده. اکنون انار اساسا درونش درونش با مزه باشد، بیرونی و چی در کار، لیکن برای بازار بیرونش در کار. البته برای فروش بیرونش در کار. ما باید که اناری کنیم که به همه طلبات جواب کرد، یعنی قسمی بیرونیش خیلی خوشبوی باشد، قسمی درونیش سیاه باشد، شیرین باشد و دانه‌اش در تگ دندان سخت نبیاید. میچشیم بنهایت اناری زیبا. اکنون بسم الله الرحمن الرحیم همین رو یک چشیده به شما میگویم که چگونه از خودی برادرمون اسماعیل گفت که بنهایت شیرین است و سل دانه‌اش در تگ دندان سخت‌تر میبیاید. حاضر همین گفته اسماعیل رو ما میسنجیم. خمبار شیرین رو گفته اسماعیل دانه‌اش در زیری دندان میبیاید سالکک سخت‌تر همین کمتر ناراحتی میبیارد که نه میگردید قرص خورده رفتن میگیرید و خیلی شیرینیش کمبودی سختی دانه رو میپوشاند. یعنی انار بهترین، لیکن اکنون راستش رو بگیم ده یوان حالی ملایم تر بود دانه‌اش بهترین. میگذاریم غافل آباد. این هم اسماعیل آورد از چور توتی نورک. اینو بینید این رو اول برکشیم. اسماعیل جلو تماشا کن. انارات بهترین انار هستن. اینش قریب 1 کیلو 920 گرم. 1 کیلو انار اسماعیل.
کده بریم تیلیم کنیم اینو بینید برکه به اسماعیل دودرجان این از دولتی تو ما امروز خوراک نمیپزیم در خونه فقط انار میخوریم جوره جون من شکلیم ها اینم بینید چخیل بهترین انار است نبینید بسم الله الرحمن الرحیم حاضر این میچشیم انا این هم شیرین و هم ترش مزه دارد به نهایت مزه نغز دارد بعضی ها انار شیرین میخوان بعضی ها ترشتر بعضی ها شیرین ترش این شیرینش بسیار است ترشش کم است لیکن در زیر در کامتون در دهانتون شیرینی با ترش چتر میبیاد به نهایت خود اسماعیل گفت که من این رو دوست میدارم خوردنش رو هر آدم هر خیلش رو دوست میدارد این برای دوستدارانی بسیارتر شیرین و کمتر ترشی دارد در دهان این ترشی ندارد این تنها شیرینی دارد این ترشی شیرینی بسیار دارد 80% شیرینی دارد 20% ترشی دارد 20% ترشی دارد میبریم اناری بابای عبدالعزیز نویسندگی اینجا تو بهاره میستد تو بهاره انمی میستد است این خاصیتی انارم در کورکی مانت ایستد 640 گرم بهاره قیمت میشود یا که فروخته نتونید برای نگاه داشتنش شما باید اینو نگاه دارید یک از خصلت های نغزی انار نگاه داره است همین نگاه داشته به ایستاده است بسم الله الرحمن الرحیم همین خود اسماعیل چه برید همین هم برید که یویلیر نبرید هم خوشوی برید اسماعیل همین و اسماعیل انار پرور متخصص میتونم من نمیتونم ببینید بسم الله الرحمن الرحیم یعنی خیلی کده چلیم کده بریم ما اینه انار عبدالعزیز بود است انار عبدالعزیز را میچشیم بسم الله الرحمن الرحیم دونش سرخ بلند شیرین ترش شیرین یعنی ترشی از بالای شیرینی میبیوه کدام انار ترش ترک که میخواد این رو میخوره این لیکن بسیار آدم شیرین درشون دوست میدارن نمیدونم برای چی ایناش بینام بود خیلی تا بینامش رو بریم ها ایناش همش بینام بود ایناش ملایم شده است علکی نگفتن امانت که یعنی عبدالعزیز که میسته تا بهار نویسندگی سخت بود یعنی که علکی معلوم بود که تا بهار میسته اینو علکی ملایم شده است همین انارو که در حولیتون میکنید و برای فروش نیست نمودی ظاهرش در کار نیست نمودی داخلش در کار شما انار را کنید که کف کنید این دیگر بود اصلا نه
این دیگر بودست، این دونهش کلان بودست. این علاکه مولیم شدگی. بسم الله الرحمن الرحیم. اینم شیرین. اینم بینید که هر یه دونهاش فرق میکنه در دیگرش. من این دوتا بدونه است گفتم. کلان مجلس و کلاناشو فروختن. بعد این بر وقت میپزد نه. این گلی دویمش گفت. و هر حال یک بریده بینیم من. بدونش رو. بدونه بینید. بدونه دونش کلان. فکرم ده. ما نگفتن امانت که بدونه امسال حرکت میکنیم از ایران بیاریم. و باز از جای دیگر رفتیم. بدون امریکایی بنهایت انوری با مزه خوش صفت نهالهاش رو میبیاریم که از ایرانی قریب فرقت نمی کند. بسم الله الرحمن الرحیم. این باید بدونه باشد. در حقیقت بدونه است. این دویم گولش باشد. اکنون شیرین 90% شیرین 10% ترشی دارد در تک دندانتون. دونه عموما ندارد. حس نمیکنید. حالا اکنون این دویم سیم که گولش باشد همی خریدم. دیدید دونه هایش کلان. ممکن 5% ترشی داشته باشد. 95%ش شیرین قند برین. حاضر ما میبریم یک انوری دیگر رو. انوری قای کنی بودم. قای سبز است. قای سرخش معقول نیست در من. دونش سخت است. قای سبزش رو میبریم و شما نشون میدیم. اکنون سبز گفتم و پوستش رو میگیم ده. سرخ نمیشد. همینجور عزیز ما البته میابیم. البته انوری بهترین رو میابیم. ولی انوری بهترین حاضرش از بدونه ها انوری همه اکی صحبت لا پایانی کارمون برامدگی از کجا بردگی نمیدونیم. حرکت میکنیم زیاد کنیم. دویم انوری یوم رفت است از دوندارها. انوری اسماعیل هم بهترین است. اینجا ببینید بهترین است. اکنون انوری یوم از ظاهریش هم بزرگی و سرخ. بسم الله الرحمن الرحیم. این قای کنی بودم. این هم انوری بهترین. شیرین تروش. لیکن جای اول ده نمی رود. حضرش جای اول ده این اکی صحبت لو دوتا بدون آوردگی بود. انارهای سهرابی یومونی. انارهای اسماعیل بینید بهترین اسماعیل در خونهش ندارم. حوالیم گفت 20 نمود یا 40 نمود انار پرورش کرده استودم. اسماعیل مقصد دارد که انارهای بهترین را با مانند من و هم کفته شده است. و هم جوان مردی به نهایت مهنت دوست است. هرچند که در کاری دولتی باشد به نهایت مهنت دوست است. همه روزای استراحتش رو در همین باغ انار باغش رو خواجگش میگذراند. مهنت میکند. اسماعیل جان برای مهربانی هایتان یک جان تشکر. انارهایتان بهترین انار است. نبینید هر یک تم قطرین شیرین قنبرین شیرین تروش شیرین بدونه و مزه. یعنی که بازار رو پر میکنیم. همدیار عزیز اگر این معقول شده باشد لایک مونید. اون گپ نویسید. ما در جستجوی انار بهترین هستیم. بچهای دشت جون بسیار تعریف نکنید انارتون رو. ندیدم انارتون رو. شروع بود یا انار مزور است بودید. اگر زور باشد بیارید بینیم. در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.